در قدم اول وارد سایت که من لینکش زیر این ویدیو گذاشتم بشین. خب حالا باید نسخه ای از مود که با ورژن GTV هست رو دانلود کنیم و برای فهمیدن ورژن GT روش کلیک چپ کند و گزینه اوپن فایل رو بزنید و روی گیت کلیک راست پروپرتیز بزنید. در اینجا این گزینه رو بزنید. در اینجا ورژن GTV رو نوشته. حالا طبق نسخه GTV نسخه مود گرافیکی رو دانلود کنید. بعد از دانلود و استخراج فایل وارد آپن وی بشوید. ادیت مود رو روشن کنید. فایل مود رو برزید توی اوپنر. اینستال رو بزنید. حالا روی مود فولر بزنید. و حالا اینستال رو بزنید و صبر کنید تا اینستال بشه. این روند حدود 5 تا 10 دقیقه طول خواهد کشید.